خب بیاین راجع به اپل اینتلیجنس صحبت کنیم. اپل وعده ای داده بود که یک تغییر بزرگ قرار اتفاق بیفته که میتونه باعث تغییر خیلی چیزا بشه. مدتی بود که راجع به این موضوع صحبت میکردن و به نظر من اون وعده ها کم کم فراموش شدن. اولین بار 6 ماه پیش تو ایونت WWDC 2024 معرفی شد و همچنان هم خیلی نیاز به آپدیت های بیشتر و بهتر داره. میدونید که آیفون بدون هیچ چیزی به اسم اپل اینتلیجنس تو ماه سپتامبر به بازار اومد. سپس یک سری آپدیت ها برای چند تا نرم افزار اومد و طبق گفته ها انگار قراره تا مارس سال آینده به طور کامل ارائه بشه. اما کاری که قراره الان انجام بدیم اینه که تک تک قسمت های اپل اینتلیجنسی که عرضه شده رو بررسی کنیم و ببینیم که قول هایی که دادن چقدرش راست بوده. خب اول از همه ابزارهای نوشتن. تمام ویژگی هایی که به تازگی اضافه شدن روی آیفون، روی آیپد و مک اختصاص یافت و هیچ چیزی به ویژن پرو اضافه نشده که پر از ویژگی‌های خاصه و همین الانش هم فوق‌العاده است. اما بریم سراغ ابزارهای نوشتن. ممکنه تو این چند وقت گذشته چند بار اسمشو شنیده باشین و به طور کل میشه گفت یه هوش مصنوعیه که کمک میکنه بهتون متنای خودتون رو یک سری تغییرات توش ایجاد کنید. این ساده ترین دمو روی مک هست. معمولا نحوه کارش اینجوری که شما یک متنی دارید، همشو یا یه قسمتشو هایلایت میکنید و یک سری از ابزارها رو انتخاب میکنید و این دقیقاً یکم عجیبه چون هم با زدن روی گیره این لیست باز میشه، هم با راست کلیک کردن. اوکی، از این ابزار میتونین برای ادیت متن‌هاتون استفاده کنید. مثلا اگه بخواین متنتون یکم دوستانه تر بشه یا حتی یکم رسمی تر بشه، این هوش مصنوعی میتونه این کارو براتون بکنه. من خودم این هوش مصنوعی رو چند بار تست کردم با متن‌های مختلف، از پیام‌های معمولی بگیرین تا ویدیوها، و از نظر فنی هم جواب داد. فکر کنم حالت دوستانش میاد جملات رو کوتاه‌تر میکنه و کلمات رسمی رو حذف میکنه و حالت رسمی و تخصصیش هم دقیقاً برعکس عمل میکنه. جملاتی که هایلایت میکنین رو حالت ادیت شدهش رو براتون میاره که میتونید کپیش کنید یا اگه بهش اعتماد دارین همونجا روش کلیک کنین تا جابجا بشه. یکی از خوبیاش سرعت بالا و کارایی تو حالت آفلاینه که حالت تصحیح جملات این ابزار واقعا خوبه چون میاد اسامی خاص رو چک میکنه و به قواعد بزرگنویسی دقت میکنه و حتی میتونه علائم نگارش متن رو هم براتون چک کنه. همچنین میتونه براتون خلاصه متن رو ارائه بده و یا توی جدول براتون متن رو قرار بده. ولی به نظر میرسه این ابزار روی متن‌های بزرگ من کارایی چندانی نداره که خوب میشد اگه خلاصش میکرد یا برام جدول بندیش میکرد. متاسفانه شخصا به عنوان یک نویسنده حرفه‌ای زیاد این هوش مصنوعی برام کارایی نداره. خب بریم سراغ خلاصه بندی اعلان ها یا نوتیفیکیشن ها. این ویژگی برای من تقریبا بیفایده بود. این هوش مصنوعی دقیقاً همین کاری رو انجام میده که از اسمش مشخصه. وقتی فعالش میکنید میاد نوتیف های هر اپلیکیشن رو براتون خلاصه میکنه. پس اگه چند تا پیام از یک اپ دریافت کردین، این هوش مصنوعی میاد براتون خلاصش میکنه تا بتونین یه برداشت کلی از پیام ها داشته باشین. پس فرقی نمیکنه که یه عالمه پیام داشته باشین از چند تا اپ یا چند صد تا پیام از یک گروه چت. این ویژگی جدید سعی میکنه همه اینا رو براتون توی یکی دو تا خط خلاصه کنه. ولی جوری که این پیام‌ها خلاصه شدن که واقعا کارایی نداره و من به شخص نتونستم چیز خاصی از توش پیدا کنم. شاید برای شما مفید باشه و به کارتون بیاد، ولی برای من که اینجوری نبود. نمونه هایی رو توی فضای مجازی دیدم که این پیام های خلاصه شده خیلی باحال شده بودن و یه جاهایی باعث شد بخندم، ولی این یکی رو به محض فعال کردنش غیر فعال کردم. بعدی جنموجی هستش. باور کنین یا نه خیلی ها برای این یکی هیجان زده بودن و دقیقاً دوباره همونطور که از اسمش پیداست بهتون اجازه میده ایموجی های دلخواه خودتون رو بسازین. فرض کنین به یکی میخوایم پیام بدیم و یک ایموجی خاص میخوام که تا حالا وجود نداره. اینجا میتونیم اون ایموجی رو توصیف کنیم. پس متن رو مینویسیم و روی گزینه ساختن میزنیم و توی چند ثانیه ایموجی جدیدمون ساخته میشه. به نظر باحال میاد. البته بعضی وقتا درخواست شما رو رد میکنه، به خصوص اگه چیزهای عجیب غریب ازش بخوایم. اگرچه به نظر که مشکلی نداره که یه سیب زمینی با تفنگ رو برامون بسازه. پس این ایموجی هست که میتونیم بفرستین و باحاله. ولی خب بازم من از اون دسته از آدما نیستم که زیاد جواب پیامامو با ایموجی های عجیب و غریب بدم. پس میتونم بگم باحاله، جالبه، ولی خب اینم مثل بقیه به کار من نمیاد. اپ بعدی اپل اینتلیجنس ایمیج پلیگراوند هستش یا همون شهر بازی عکس ها.
این اپ دقیقا مثل قبلیه، ولی خب به جای ایموجی براتون عکس تولید میکنه از هر چیزی که بخواین. اونم فقط عکس های کارتونی. برای کار باهاش کافیه این اپ رو باز کنین و عکسی که میخواین رو توصیف کنین توی یه جمله. اما قبل از اینکه چیزی بنویسین، این اپ یک سری گزینه این پایین براتون گذاشته که میتونین تمهای مختلف رو انتخاب کنین و عکستون رو طبق اینا سفارش بدین. حتی میتونین یک سری ادیت های جزئی رو هم انجام بدین و عکستون رو انتخاب کنین و چند ثانیه صبر کنین تا عکستون رو براتون بسازه. فقط اینو بدونین که تنها این اپ حالت کارتونی داره و تمام. و در آخر میتونین عکستون رو کپی کنین و با بقیه به اشتراک بذارین. جالبه بدونین که گوگل هم همچین اپ هایی رو داره و میتونین ازش استفاده کنین. و خب بعضیا میگن که این اپ کاربردیه و استفاده های زیادی داره، ولی بازم اگه راستشو بخواین برای من که بیفایده است. اپ بعدی اولویت بندی نوتیف هاست. به عنوان کسی که هم از گوشی های اپل استفاده میکنه هم اندروید، فکر میکردم که این اپ میتونه به نوتیف های گوشی اپل کمک کنه، چون در گذشته ضعف های نسبت به رقبای خودش تو بخش مدیریت نوتیف ها داشته. مثل این میمونه که یه عالم نوتیف براتون بیاد و خب کنترل کردنش هم واقعا مشکل میشه. اما اولویت بندی نوتیف ها هنگام فعال بودن حالت فوکس که نوتیف های اضافی رو کمتر میکنه، میاد نوتیف های خاص رو بالاتر از بقیه براتون قرار میده. اما این حالت هم باید تو اپ ایمیل کار میکرد تا ایمیل های مهمتر رو بالاتر قرار میداد، اما متاسفانه این امکان اضافه نشده. خب یکی بعدی اپ ادیت عکس هاست. اپ جدید ادیت عکس ها خیلی مزخرفه و همه ازش بدشون میاد. من بدم میاد ازش، شما بدتون میاد ازش و همه همین حسو دارن. اما اپل یک بخش هوش مصنوعی اضافه کرده به این اپ که با توجه به اینکه کمپانی های دیگه ویژگی های خیلی بیشتری رو به اپ ادیت عکس های خودشون اضافه کردن، واقعا مسخره است. اما اپل تصمیم گرفته که حالت حذف تصویر بک‌گراند رو داشته باشه. دقیقا مثل پاکن جادویی گوگل میمونه که میتونه تصویرهای اضافی رو توی عکس برای شما حذف کنه. اینجوریه که روی گزینه ادیت سمت راست رو میزنین و سپس ابزار حذف رو انتخاب میکنین. خیلی وقتا تصویری که انتخاب میکنین به شکل رنگین کمونی هایلایت میشه و به راحتی میتونین اونو از تصویر خودتون حذف کنه و به کمک هوش مصنوعی جاشو براتون پر میکنه. اما به نظر من این اپ بهتر از گوگل داره کار میکنه و نحوه پاک کردن بخش‌های اضافی و پر کردن اون بخش‌ها واقعا فوق‌العاده است که همین مسئله باعث میشه که برای من تبدیل شه به یه اپ کاربردی تو این آپدیت جدید. خب خلاصه ضبط صوتی اینم وعده داده شده بود، ولی یه جورایی برام گیج کننده بود، چون وقتی توی لیست دیدمش با خودم گفتم مثل یک دانشجوی عاشق این یکی میشم که فوق‌العاده است. یعنی میتونم صداها رو ضبط کنم و بعد تبدیلشون کنم به متن و بعد خلاصه‌شون کنم و نگهشون دارم برای بعدن. این خیلی محشره. اما این اپ متاسفانه فقط برای تماس صوتی طراحی شده. هنگام برقراری تماس میتونین روی گزینه ضبط بزنین و بعدش یه هشدار برای طرف مقابل میره که این تماس داره ضبط میشه و بعدش هر چی که بگین ضبط میشه و به صورت متن در میاره و خروجی متنش واقعا فوق‌العاده است. جملات هر نفر رو تشخیص میده که عالیه، دقت بالاش که منو دیوونه خودش کرده. و اگه خلاصه کردنش براتون مهمه، باید بهتون بگم که یکم عجیب و غریب به نظر میاد، چون وقتی متن‌های خلاصه شده رو چک میکنی اصلا ربطی به موضوع اصلی نداره و خیلی متفاوته که نقطه ضعف این اپ میشه. اما مسئولان اپل لطفاً این اپ رو برای حالت ضبط صدا هم اضافه کنین، چون من دوست دارم بشینم و به یک کنفرانس گوش کنم و آخرش یک خلاصه از حرفا داشته باشم، چون به نظر من میتونه خیلی کاربردی باشه.
برای همه، پس لطفاً اینو اضافه کنید. تنها روشی که میتونین وایس رو به متن تبدیل کنید اینه که به قسمت یادداشت ها برین و از اونجا گزینه ضبط صدا رو انتخاب کنین که یکم زمان بره و میتونه خیلی راحت تر باشه کار باهاش. ویژگی بعدی هوش تصویری هستش. این دو تا ویژگی آخر مهمترین های این آپدیت هستن. پس خوب دقت کنین. این هوش مصنوعی فقط روی آیفون 16 و 16 پرو وجود داره که میتونین با فشار دادن کامرا باتن اونو فعال کنین. وقتی دوربین باز میشه 3 تا گزینه میبینین. دکمه شاتر در وسط، گزینه سوال در سمت چپ و سرچ در سمت راست. وقتی با دوربین گوشیتون چیزی رو نگاه میکنین و گزینه سوال پرسیدن رو میزنین، در واقع در مورد اون شی از چت جی پی تی سوال میپرسید. و اگه سرچ رو بزنید دقیقاً مثل جستجوی تصویری گوگل میمونه. پس چت جی پی تی یا گوگل. و اگه گزینه شاتر رو بزنین عکس میگیره و سپس میتونین انتخابهای خودتون رو داشته باشین. این یک هوش مصنوعی زیباست که خیلی سریع عمل میکنه، ولی چیزی خیلی جدیدی نیست که قبلا ندیده باشیمش. قشنگ یادمه که این ویژگی رو توی بررسی گوشی گلکسی S8 توی سال 2017 توضیح دادمش که دقیقا مثل این هوش مصنوعی عمل میکرد و نتیجه یه سرچ اون عکس رو براتون می آورد. ولی این یکی قراره خیلی بزرگتر باشه، به خصوص با وجود چت جی پی تی که خیلی کاربردیه، اما کلا چیز جدیدی نیست و خب نسبت به قبل خیلی دقیق تر و کاربردی تره. آخرین ویژگی چت جی پی تی هستش. این آپدیت هم درسته آخرین آپدیته، ولی خیلی جدید نیست. این همون سیریه که با چت جی پی تی کار میکنه. خیلی‌ها فکر میکنن که سیری قراره خیلی تغییر کنه و خیلی چیزا بهش اضافه بشه چون ظاهرش تغییر کرده بود، اما خیلی بخشای سیری جدید هنوز عرضه نشده. اما ویژگی‌های چت جی پی تی بروزتر شده. خیلی از سوال‌های عجیب غریبتون رو که از سیری میپرسیدین، حالا با انتخاب چت جی پی تی میتونین از اون کمک بگیرین و ازش بخواین که جواب سوالتون رو بده. ممکنه ازش دستور عمل پخت یک غذا رو بخواین یا مسیر سفرتون رو بخواین براتون مشخص کنه یا یک چیز بزرگتر. تمام این ویژگی‌ها رایگانه، حتی نیاز به ساخت اکانت هم نیست و اپل هم اطمینان داده بهتون که از اطلاعات شخصیتون برای جمع‌آوری داده استفاده نمی‌کنه و این هوش مصنوعی قرار نیست هیچ اطلاعاتی از شما رو جمع‌آوری کنه. اما شما میتونید اکانتتون رو بسازین و تاریخچه درخواست‌های خودتون رو مشاهده کنید یا محدودیت‌های روزانه پرسش رو بیشتر کنید. حتی میتونید چت جی پی تی خودتون رو ارتقا بدین با توجه به iOS جدید که به نظرم خیلی جالبه. در کل این آیکون جدید سیری ممکنه خیلی ها رو دچار اشتباه کنه، اما هنوز خیلی از ویژگی‌های سیری جدید عملی نشده. حالا بریم سراغ ویژگی‌هایی که هنوز به دست ما نرسیدن و قراره به زودی اضافه بشن. این لیست درست همینجاست. خیلی از ویژگی‌های اپل اینتلیجنس هنوز فعال نشده و مهمتر از همه بخش‌های مختلف سیری که من مشتاقم زودتر بررسیشون کنم. چون طبق گفته هاشون به کمک سیری میتونین تغییراتی تو اپ های گوشیتون ایجاد کنین که به نظر من میتونه فوق العاده باشه. ولی هنوز باید صبر کنیم تا عملی بشن. اما باقی ویژگی ها زیاد جالب نیست و توجه منو جلب نمیکنه. به طور مثال ابزار نوشتن متن به نظر خیلی کاربردیه، ولی به نظر من لازم نیست متنامو بدم کسی برام بنویسه. مثلا اگه بخوام به یک دوستی نامه‌ای بنویسم خودم این کار رو انجام میدم و اونقدرم آدمی نیستم که از ابزار ساخت ایموجی و تصویر استفاده کنم. اما هوش تصویری خیلی کاربردی تره. شاید 3-4 بار در سال اگه اسم چیزی رو ندونم ازش استفاده کنم. شما کلیپ تبلیغاتی اپل رو یادتونه که اون مرد به جای اینکه نژاد سگ رو از صاحبش بپرسه ازش خواست که بذاره از سگش عکس بگیره که توی گوشیش سرچ کنه و جواب سوال رو پیدا کنه. شما خیلی از این ویژگی ها رو میتونین استفاده کنین و میتونین کاربردی هم براتون باشه، ولی واقعا باید ازشون استفاده کنین. شما میتونین از چت جی پی تی بخواین که کمکتون کنه توی انتخاب مسیرهای سفرتون، ولی آیا واقعا باید انتخاب هایی رو بسپارین دست هوش مصنوعی و چشم بسته کارهایی که میگه رو انجام بدین؟ اما من شخصا آدمی نیستم که انتخاب ها رو بدم دست هوش مصنوعی. اما خب در کل اپل خیلی تلاش کرده که به وعده های خودش عمل کنه، ولی به نظرم آپدیت های اخیر زیاد دلچسب نیست. با وجود تمام تبلیغاتی که در مورد اپل اینتلیجنس میشد که قرار تغییرات بنیادی تو گوشی های این سری ایجاد کنه، ولی خب
زیاد تفاوتی نسبت به قبل ندارن، اما واقعا بهترین ویژگی اپل اینتلیجنس که به این سری های جدید اضافه شده بیشتر شدن حافظه رام اصلی دستگاه ها بوده، تا جایی که توی مک به 16 گیگ رام رسیدیم که واقعا فوق العاده است. پس دم اپل اینتلیجنس بابت قضیه گرم و امیدوارم که در آینده نزدیک بهترم بشه. ممنون که نگاه کردین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.